درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. شروع میکنیم از جودو که به نزدیکی در مغولستان قهرمانی آسیا برگزار شد و تیم تاجیکستان جای دوم را گرفت. 2 طلا، 2 نقره و 1 برنجی. امام علی نورعلی طلا، محیدین اسداللهیف طلا، اوبیجبوف نقره، سامان محمدبگوف نقره و دخترک تاجیک مدینه قربانزاده در وزن 52 کیلو برنجی. دوستان، جودوکاران تاجیک را تبریک میکنیم. این بهترین نتیجه است که تیم تاجیکستان در زینه دوم قرار گرفت در آسیای میانه که جودوکاران تاجیک بهترین نتیجه ها رو نشان میدهند و در فینال ها تاجیک بودند. ما هم تماشا کردیم و این هم یک افتخار است که تیم جودوی تاجیکستان در این قدر سطح بلند رشد یافته است و نتیجه های خوب نشان میدهد. و در فرودگاه وقتی که جودوکاران تاجیک آمدن از مغولستان، پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان اسماعیل محمدزایر با آنها 100,000 سومانی تقدیم کرد که این هم یک کمک بهترین است و برای جودوکاران تاجیک، برای ورزشکاران این یک کمکی مالی می شود و اونا زندگیشان رو پیش میبرند که این بهترین بود. دوستان، جودوکاران تاجیک رو تبریک میکنیم. افتخار است که دوم جا در آسیای میانه شدند و شاید در آینده هم قهرمانی جهان و المپی را با همین خیل نتیجه های خوب به تاجیکستان برگردند. دوستان، در کامنت ها ورزشکاران جودوکاران تاجیک رو تبریک کنید و بنویسید که با شما کدام جودوکاری تاجیک بسیارتر معقول است، همون تکنیکش، تاکتیکش کدامش بهترین جودوکاران تاجیک، با هر یکی شما کدامش بهتر معقول است. مثلا در جودوی تاجیک در سنگین و در وزن سنگین یا که در وزن نیمیانه یا که در وزن سبک فرق دارد. کدامش رو شما بسیارتر دوست می‌دارید، همون گشتنگیریشون رو. و امروز باشد در فدراسیون روسیه در شهر اوفا بوکسچی تاجیک بهادر عثمانوف، بوکسچی شکست ناپذیر 12-0 بر ضد بوکسچی روسیایی شکست ناپذیر است، اون هم 11-0 ارتور سوبحانقولوف قوا آزمایی می نماید در رشته بوکس. این هم باشد در لیگ IBA پرو رقم 17 و قید باید کرد که غالب این رقابت در رده‌بندی جهانی IBF با جای دوم میبراید. این یک در جای دوم ایستادن در رده‌بندی همون لیگ IBF این بهترین است. بعد این شاید که بعد این بوکس شاید که بهادر عثمانوف اگر خدا خواهد که دست بالا شود، شاید که برای کمربند لیگ IBF، این لیگ جهانی است، بوکس کند و یکمین قهرمانی تاجیکستان شود. دوستان، امروز در فدراسیون روسیه در شهر اوفا آغاز مسابقه با وقت تاجیکستان 16:30 نیمی 5. شما میتونید این را در یوتیوب در همون سایت لیگ IBA بوکسینگ، IBA پرو بوکسینگ تماشا کنید با طور مستقیم. این را نشان میدهند و البته که ما بهادر عثمانوف رو دستگیری میکنیم، دعا میکنیم که او امروز دست بالا شود و همون محاربه دیگرش رو برای کمربند لیگ IBA بوکس گذراند. دوستان، بهادر عثمانوف 12-0 بر ضد ارتور سوبحانقولوف 11-0. امروز میبینیم که کی اولین بار شکست میخورد. امیدواریم که بهادر عثمانوف شکست ناپذیر میماند. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من حتما نتیجه این محاربه رو با شما فردا یا که همین شب شام با شما میرسانم. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد. تا امیدی دیدار.